سلام به شما شنونده عزیز. به پادکست پایگاه سلامت دکتر مهندس خیلی خوش اومدید. آیا تا به حال به این فکر کردید که ممکنه گودی کمر داشته باشید؟ احساس درد در قسمت پایینی کمر؟ ایستادن‌های طولانی که باعث خستگی سریع شما میشه؟ یا وقتی روی زمین دراز میکشید یه فاصله بین کمر و زمین حس میکنید؟ اینا میتونن نشونه های گودی کمر باشن، اما جای نگرانی نیست، چون امروز در پادکست پایگاه سلامت دکتر مهندس به شما یاد میدیم که چطور گودی کمر رو تشخیص بدید و با چند حرکت ساده در منزل اونو درمان کنید. چطور بفهمم گودی کمر دارم؟ 1. تست دیوار. پشت خودتون رو به دیوار بچسبونید. پاها رو کمی جلوتر از دیوار قرار بدید و دستتون رو پشت کمر ببرید. اگه فاصله بین کمر و دیوار بیشتر از 1 دست بود، احتمالش زیاده که گودی کمر داشته باشید. 2. تست دراز کشیدن روی زمین. کافیه روی زمین بخوابید و پاها رو صاف کنید. اگه بین کمر و زمین یه فاصله زیاد حس می‌کنید، ممکنه دچار گودی کمر شده باشید. 3. علائم گودی کمر رو بشناسید. درد در قسمت پایینی کمر، احساس خستگی زودرس، عدم تعادل هنگام راه رفتن و حتی برجستگی شکم بدون اضافه وزن. و اما درمان گودی کمر در منزل با تمرینات ساده. تمرین اول، تیلت لگن. روی زمین دراز بکشید، زانوها رو خم کنید، کمر رو به زمین فشار بدید و 5 ثانیه نگه دارید. این حرکت باعث تقویت عضلات شکم و تنظیم ستون فقرات میشه. تمرین دوم، پل باسن. روی زمین دراز بکشید، زانوها رو خم کنید، باسن رو بلند کنید و 5 ثانیه نگه دارید. این تمرین کمک میکنه عضلات کمر و لگن قوی تر بشن و گودی کمر هم کاهش پیدا میکنه. تمرین سوم، کشش همستری. روی زمین بشینید، 1 پا رو صاف جلو ببرید و دستها رو به سمت اون بکشید. این حرکت باعث کشش عضلات پشت ران و کاهش فشار روی کمر میشه. عادت‌هایی که باید رعایت کنید. درست نشستن. همیشه کمر رو صاف نگه دارید و از پشتی طبی استفاده کنید. ایستادن صحیح. شونه ها رو عقب بدید و وزن رو روی 2 پا تقسیم کنید. استفاده از کفش مناسب. کفش های نامناسب باعث تشدید گودی کمر میشن. شنا و یوگا. ورزش‌هایی مثل شنا و یوگا به تقویت عضلات کمر و اصلاح فرم بدن کمک زیادی می‌کنند. اما اگه به دنبال راه حل‌های بیشتر و محصولات کمکی مثل کمربندهای طبی برای کاهش گودی کمر هستید، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً به سایت پایگاه سلامت دکتر مهندس سر بزنید. اینجا اطلاعات کاملی برای کمک به سلامتی و بهبود وضعیت بدن شما وجود داره. ممنون که تا انتها همراه ما بودید. تا پادکست بعدی مراقب سلامت کمر خودتون باشید.